از دوستانی که اینستاگرام مراجعه میکنن برای ماساژ خیلی سوال میکنن، تو اینستاگرام دایرکت میدن که ما قبلا ماساژ چه کارهایی باید انجام بدیم. برامون توضیح بده. قبل از اینکه تشریف بیارن ماساژ حتما باید دوش آب گرم بگیرن و اینکه از مام و بادی اسفلش استفاده بکنن و اینکه بعد از اینکه اومدن ماساژ باید حتما از شرایط خودشون به ماسور یا ماسیستشون توضیح بدن. اگر خدای نکرده مریضی خاصی دارن یا اینکه دارن ماساژ میگیرن، در حین ماساژ اگر از اون ماساژشون دارن لذت میبرن بگن که وای این قسمتمون مثلا مشکل داره، یا اگر آسیب ورزشی دیدن حتما به ماسور و ماسیسشون بگن تا نکاتی که لازمه که ماسور و ماسیس انجام بدن و براشون انجام بدن. و بیماری‌های خاصی که ممنوعیت داره مثل تب بالا، اینا چیزایی که حتما خوبه که قبلش به ماسور یا ماسیس بگن و اطلاع بدن. یا دیسک کمر شدید دارن، اینا چیزایی که باید بگن. در مورد آقایونم بهتر اینه که آقایون شیف کنن بیان ماساژ، یعنی برای خودشون بهتره، چون وقتی که ماساژ میدیم احتمال اینکه موشون کشیده بشه هست. برای ماساژ صورت آقایون اگه ریش نداشته باشن، یعنی شیش تیغ کرده باشن، خیلی خوبه برای ماساژ صورت. یا اینکه حداقل 1 هفته 2 هفته از بلند شدن ریششون گذشته باشه، باز تو اون حالت هم ماساژ صورت خوبه. عزیزانی که تشریف میارن ماساژ حتما باید بدنشون هیدراته باشه، حتما قبل از ماساژ آب مصرف کنن و اینکه بعد از ماساژ هم خوبه که از دمنوش‌های گرم استفاده بکنن. اینکه قبل از ماساژ آب مصرف کنن چه حسنی داره برای بدنشون؟ باعث میشه که اگر وقتی که داریم ماساژ میدیم، چون سموم میخواد از بدن خارج بشه، خوردن آب باعث میشه که اون سموم از طریق ادرار از بدنشون دفع بشه. همینطور بدنشون نرمتر میشه وقتی که میخوایم ماساژشون بدیم. وقتی قبلش آب بخورن پوست بدنشون خیلی نرمتر میشه برای ماساژ. در مورد ورزش هم خیلی سوال میکنن، اینکه قبل از ورزش ماساژ بگیریم یا بعدش. مثلا آقایونی که باشگاه میرن، موقعی که ورزش سنگین انجام میدن بلافاصله بعدش اصلا ماساژ خوب نیست، چون بدن لاکتیک است و هنوز اسید لاکتیک تو بدن جریان داره. بهتر اینه که زمانی ماساژ بگیرن که روز ریکاوریشون هستش، یعنی روزی که حالا نمیخوام ورزش کنن یا قراره چند ساعت بعدش برن ورزش، قبلش ماساژ بگیرن خوبه. آره. و اینکه حتما چون میخوام ماساژ بگیرن و ماساژ یه چیزیه که برای سلامت روح و جسمشون خیلی عالیه، بهتر از اینکه از استرس به دور باشن، خیلی خوشحال باشن از اینکه دارن ماساژ میگیرن، چون خیلی تاثیر مثبت میذاره. و حتما قبل از ماساژ چند ساعت قبل از اینکه ماساژ بگیرن سعی کنن یه غذای سبکی بخورن، خیلی پر و سنگین نباشن هنگامی که میخوام ماساژ بگیرن. درسته. و حتی مشروب اصلا قبل از ماساژ خوب نیست، یعنی بهتر اینه که از الکل استفاده نکنن. اصلا استفاده نکنن، چون حالشون بدتر میشه. بله، مرسی.